سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، روز پادشاه بود و از سه خانم خود به تنگ آمده بود و به وزیر خود حکم میکنه که هر سه خانم ما به دریای پر از تمساح پرتاب. وزیر میگه به ما وقت بده، من امرایشان صحبت میکنم. وزیر پیش خانم اولی میره و میگه گناه تو چی بود؟ خانم اولی میگه که من پول نداشتم، پادشاه از خزانه دستم کوتاه کرده بود و من تمام وسایل قصر میفروختم و پول به دست میآوردم. وزیر میگه که تو هم اسلامیش مشکل نداره، بار دیگه اگر میخواستی که وسایل بفروشی سر خود پادشاه بفروش. بنت خانم دومی میره و میگه که گناه تو چی بود؟ خانم دومی میگه که من وزیر با من محبت نمیکرد، من هم با اساکرش دلبری میکردم. باز وزیر را میگه خیر مشکل نیست، تو هم اسلام میشیم، بعد از این دلبری تا با پادشاه بکو. اول دیگه پیش خانم سیومی میره، میگه گناه تو چی بود؟ خانم سیومی میگه که من خبر خانم اول به دوم میبردم، خبر قصر به بیرون میبردم، خبرهای بیرون به قصر میآوردم، یعنی خبرچینی میکردم. وزیر میگه گناهگار اصلی امی است و این را پرتین به مو دریای پر از تمساح. هدف از این قصه ای بود که هر کس اسلام میشه، اما کسی که خبرچینی میکنه و هیچ وقت اسلام نمیشه.